سلام علیکم دوستای عزیز، تماشابینای ارجمند. امیدوار هستم که شما همتون صحتمند باشین، تندرست باشین و دور از عافیت گزندها باشین. در اینجا یکی از عسکرای دسته 12 در مینه در اینجا کافونده شده در خمی اغاجون. یک تکه در طرف چشمه بیدو. متاسفانه نوشتجات بولوی سنگ ها ای بین رفت است، توزه شده است در برف باران که بخونیم چه کسایی بدن در این مینه ها جان خودشونه ای دست دادن. یک زمان در همین خرابازار آدم ها زندگی میکردن. همین خرابازاری که میبینین دوستای عزیز خانه استقامتی بده است. در اینجا میگیم یک عائله عبارت از زن، مرد و فرزنداشون زندگی میکردن. پروی بمبایی که در وقت جنگ سر غار زسته و زده بودن و بگیم همو ورتالیات یا که هلیکوپتر بمب باران کرده بودن. هلیکوپترها نه خودی دهه سر غار بمب باران کرده بودن، بلکه هی در اونجا زستوی هست، در داخلی زستو بگیم گروه های تجاوزگر وارد زستو شده بودن و عسکرها را کشتن. خلاصه ای همو ورتالیوت های یا از تانک است یا از گراد است. این گونه چیزا بسیار ای در اطراف دهه سر غار. نگفتن امونه یک چیز باید قید کنیم که وارد دهه سر غار شدن باید که از راهی که فقط مال و آدم و گاو رفتگی بیرون نشیم، به خاطری که یک وجه بیرون شدن از راه این خطر داره به جان زنده. مینه ها است و همو بگیم بمبه های ناکفیده هست یا ناترکیده، به جان آدم خطر است. یک وجه اگر به احتیاطی کردی بفهم که از جان خود دست میکشی. به همو خاطر در دهه سر غار و اطراف دهه سر غار عین حال تشکیلات های خارجی و تشکیلات های داخلی تاجیکستان زمین ها را از مینه ها پاکسازی میکنن تا که مردم بیای باز به زندگی مقرریش ادامه بده و مال چاروی خود در همین اطراف ها گرفته بچه رو ببره. این همو کوه هایی که میبینین همو شاید که هر یک وجه به هموجه مینه باشه و به جان شما خطر ایجاد کنه. هم که بالا میریم دوستای عزیز، چشمه را هیچی نیفتستیم. سنگ دا چی نشونه هست، سنگ دا چی نشونه هست. کسایی که همه رقم ها را میفهمن برادرو بگیم کمی تریده بنویسین که چی معنی دارن همه رقم ها. یک نشونه دیگر در این سنگ ایش رسم خرگوشه یا که ممکن می نباشه. احتیاط کنی خرگوش رو چلاک باشین میگه. و هر حال ما نباید همین راه بیرون شیم. بمبا یا بگیم سناریادی ورتالیوت ای یا ای گرانتامیوت ای هیچ نفهمیدیم. خلاصه که سناریاد
کار خودش کرده است. کار خودش کرده است. یک قسمت جایی را چپه کرده است، بگیم تر کنده است. اینجا دیگه خیلی گفتیم دوست عزیز، یک وجب ای راه هایی که جایره رفتگی یا که آدم رفتگی و مال و گو رفتگی اینجا بیرون شدن در کار نیست. حاضر ما میریم با سرگاه همین آبی که با دههای سر غار می آید. سرگاه همین چشمه میریم، آب می نوشیم ای دههای ای چشمه دههای سر غار. که مادر آمده دوست عزیز، فکر نمیکنم که در اینجا مینه باشه. در همین جایی که من رفته ایستم، با خاطری که اگر که مینه در اینجا باشه، اینجا گاو و مال بسیار میآید، همش مین بره میکفه. هرچند بد است در اینجا مینه بد است، لیکن ای بین رفتن بسیاریش گاو و حیوانای حدیری و مال و گاو اینجا قیده ای بین میبره. گاو خودشون هم ای بین میرون. دیگرش که اینجا همه روزه گاو و مال میآید میچره. اینجا چشمه. خب نم خیلی دوستی عزیز، چشمه ده رسیدیم. چشمه اساسی همینجا پیدا میشه و او شاید بلوتر باشه، زیر ریگ قط میآید، همینجا میریزه. بسم الله الرحمن الرحیم. چشمه در دههای سر غار. عزیز آبش علاقه سرد نیست، به خاطری که طبیعت رو به زمستون داره. آب چشمه هم گرم میشه. زمستون در آب چشمه گرم میشه، در تابستون سرد. آب چشمه سر غار می نوشیم. شاید برادرای باشن در دههای سر غار زاده شده باشند، در اینجا به ویا رسیدگی باشند، یا شاید هستن نفرایی که آرزو دارن که از آب چشمه دههای سر غار بنوشن. انشالله امیدوار هستم خدا کنه که همین نفرها را به آرزوشون برسونه. ما آب چشمه سر غار می نوشیم. باری اول به سر غار اومدنی ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. منیت شفا. برادرایی که آرزو دارین شما را هم انشالله که به آرزوتون پروردگار برسونه. الحمدلله آبی با مزه، آبی شیرین. الحمدلله دوستی عزیز که پروردگار ما را نصیب نوشیدن آب چشمه یا که بگیم آبی سر غار کردگی به دست. الحمدلله پروردگار را سپاسگزاریم. خب فکر میکنم که همین منظره شاید چینارش یکون 50 ساله شده باشه، یکی این منظره هر یک 10 ساله ده تغییر می‌یابه، به خاطری که جای آمدن سیل قدی غار همه ساله در موسم بارانگری ها و اینجا سیل می‌آید، اینجا تغییر می‌یابه. تماشا را ادامه میتیم، همراه شما از سر غار دیدن میکنیم.
همون سنگای چیده شیدگی جای چی باشه با کدام خاطر در همونجا همون سنگا رو مثل دیوار چیدن. یا شاید جبار به دست یا شاید که یگان یا خونه بدنش از امکانیت دوره، لیکن شاید که جبار به دست. کسایی که همین نشونایی در سنگ نوشته شدن میدونن در کامنتاریا گپ بزنین. بیناهایی که میبینین یک وقتا آباد بود، در اینجا کسی زندگی میکرد. حرکت میکنیم دوستای عزیز طرف جایی که باید ما استراحت کنیم. باز میبینیم که چی خواهد شد. Hayır abi gol içindeysen. Oo. Gidiyor okmayın. Tamam anladım. Yine daha mol la var abi gadu. Yakın molu akha. Oz meşmuş başına kaçtı. Sofa şuna kalsın. Yine hodog da tayda dolu. Kaç o bir. Onu da bu tayo mekan başına dalda. Dangicha. Oh. Thay zardoli boy vadu ha. آخرو هست یافتی چی نوم دورانی ها؟ چیش میگنی را ولی جان؟ Bugün sakal. ساقل بریم نون همی جای ای بوارک پرتوش بابا براشکا هنی فاقیزه برای اونه نخیری کندکسینا شبو واردن تو هنی این کو جو پورا سرازای تایکل بیاکا